ابن خردادبه. ابن خردادبه یکی از بهترین جغرافیادانها و سیاحان ایرانی تبار عرب به حساب می رود. وی تقریبا سال 820 میلادی چشم به عالم هستی گشاده است. او در دوره حکمرانی عباسیان کتاب گئوگرافیای پتولمی یونانی را به زبان عربی می گرداند. او سالهای 846 847 کتاب المسالک و الممالک را می نویسد. سالهای 885 886 وی این کتاب را تکمیل داده است. کتاب‌های دیگر او کتاب الاخبار و کتاب الوزراء می باشد.